اگر فردا میدان محشر ذات احدیت الله از من سوال کنه که آیا من الله برای تو کافی نبودم؟ چرا دنبال غیر من رفتی؟ آرام رو از کی خواستی؟ سکون رو از کی خواستی؟ لذت رو از کی خواستی؟ چه هم کلامی بهتر از من؟ چه مونسی بهتر از من؟ چه عزتی میخواستی که در به در دنبال این و اون گشتی و از معز نگرفتی؟ چه خوشی رو میخواستی؟ چه لذتی میخواستی که از من گیر نیامد؟ از سیدی مبتذل گیر آمد؟ از کاهواره گیر آمد؟ از فساد گیر آمد؟ چرا منو ول کردی دنبال غیر من رفتی؟ اگر این سوال رو الله تعالی تو میدان محشر از حسن بصری بپرسه، حسن بصری چی جواب میده؟ حالا این سوال در حقیقت پادشاه داره از باز میکنه و این سوال من از وجدان خودم بکنم. الیس الله بکاف عبده؟ الله کافی نیست؟